اسلام با ثروت مخالف نیست، با غفلت مخالف. مولانا خیلی زیبا میگه چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقره و فرزند و زن. تو میلیاردها پول داشته باش از خدا غافل نباش، تو زاهدی. فقیر باش، با فقرت تکدیگری کن، با فقرت بیا و دست جلوی دیگران دراز کن، نام الله رو وسیله شکم سیری خودت بکن. این آقا با فقرش چیه؟ حب مال داره، زاهد نیست. فقیرم هست ولی زاهد نیست. او آقا با ثروتش نماز شبش فوت نمیشه، با ثروتش تکبیر اولاش فوت نمیشه، با ثروتش حقوق واجبه مالش رو داره پرداخت میکنه، با ثروتش داره فقر زدایی میکنه، داره اشتغال زایی میکنه، داره به فکر آحاد و توده جامعه است. او آقا با همون ثروتش زاهده. اسلام اینو میگه چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقره و فرزند و زن. دنیا اسم پولدار بودن نیست، دنیا اسم حب دنیاست، نه دنیا. اسلام میخواد تو حب دنیا نه. مولانا یه جای دیگه خیلی قشنگ میگه آب در زیر کشتی پشتی است. آب اگه زیر کشتی بود کشتی رو جلو میبره، کشتی رو وسیله رحمتی برای کشتی است. آب در کشتی هلاک کشتی است. اسلام میگه ثروت مال تو باشه، تو مال ثروت نباش. اسلام میگه پول به دست بیار زندگی کنی، نه که زندگی رو فدای پول کنی. اسلام میگه تو کارخانه اسکناس سازی نباش، پول چاپ کن، پول در بیار، پول هی اضافه کن. تنها کسی که از این پول نفع نمیبره کیه؟ خودش و جهان پیرامونش. فقط چاپ میکنه، فقط تولید میکنه. گاهی وقتا خانوادهش باید بشینن کنارش بگن تو رو به خدا دیگه اسکناس چاپ نکن، آقای خود پرداز، فقط بیا با ما محبت کن، بیا بشین سر صفحه، بیا با ما حرف بزن، بیا کانون خانواده رو گرم کن. جناب به خدا پول نمیخوایم، تو رو میخوایم. این فضای مادیگری اینو به وجود آورده. نه تنها از خدا این جامعه رو غافل کرده، جامعه شده که امروز از خودشون فراموش کردن. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اصلا خودشون به باد فراموشی رفتن. پول برای چی میخوای تو؟ من پول در میارم که زندگی کنم یا زندگی رو دارم فدای پول میکنم؟ خودم نمیدونم. اسلام با پول مخالف نیست. من قتل دون ماله فهو شهید. کسی که به خاطر احقاق یک حق مالیش داره ظلم میشه، جور میشه، مالشو دارن چپاول میکنن، برای احقاق حق مالیش کشته میشه، این درجه از شهادت میبره. نمیگن آقا فدای دنیا شد، نه آقا، برای مالش جنگید، کشته شد، درجه از شهادت. تو قرآن شما نگاه کنید مال و ثروت رو همیشه الله تعالی با الفاظ قشنگ یاد میکنه. میگه انه لحب الخیر لشدید. لحب الخیر، انسان نسبت به محبت خیر شدیده. اون محبت اون خیر رو مفسرین ما گفتن چیه؟ پوله، ثروت. در رابطه با امام نماز جمعه آمده، نماز جمعه رو که خواندید فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. الان نماز جمعهتون رو که خوندید تو دنیا برید بگردید و رزق الله رو تلاش کنید. فضل الله. قرآن وقتی که میخواد مال رو یاد بکنه، مال رو میگه چی؟ فضل. مال رو میگه خیر. این تعابیر زیبا و قشنگ رو در رابطه با مال به کار میبره. مال به ذات خودش چیز بدی نیست، مثل آبی که زیر کشتی وسیله رشده. دنیا مال منه، الدنیا خلقت لکم. دنیا برای من خلق شده، من برای دنیا خلق نشدم. امروز متاسفانه برعکسه. یعنی به جای اینکه دنیا مال من باشه، چه اتفاقی افتاده؟ من مال دنیا شدم. دنیا قرار بود وسیله نفع من بشه، وسیله راحت من بشه، وسیله آسایش من بشه که من بتونم بندگی الله بکنم، مأموریت خودم رو تو دنیا درست انجام بدم. اما دقیقا برعکس شده. یعنی الان به جایی که مال از من حفاظت کنه، من از مال حفاظت میکنم. به جای اینکه مال وسیله آسایش و آرامشم بشه، مال آسایش و آرامش رو از من سلب کرده. این بده. اسلام اینو نمیخواد. نه اسلام با ثروت مخالفه،
نه اسلام با قدرت مخالفه، قدرت رو هم اسلام مخالفه. اتفاقا قرآن برای قدرت الگوهای قرآنی معرفی میکنه. سلیمان یه الگوی قدرت، تو اوج قدرته، بر عریکه قدرته، اما غافل نیست. از این قدرتش داره به نفع عامه و توده جامعه استفاده میکنه. اسکندر ذوالقرنین رو الله بیان میکنه تو اوج قدرت، اما با قدرتش داره سدی درست میکنه در مقابل مفاسد یعجوج و معجوج های زمان. این قدرت خیلی چیز خوبیه. این الگوهای قرآنی رو خدا داره معرفی میکنه. هیچ موقع اینا رو نکوهش نکرده که اینا تو قدرت بودن چون قدرت داشتن بد. قدرت بد نیست، ثروت بد نیست. چی بده؟ غفلت. اسلام غفلت رو دوست نداره. غافل نباش، قدرتمند باش. غافل نباش، ثروتمند باش. چیزی که بده غفلت. شما از سطوح پایین جامعه باش، غافل باش. این کمال نیست که من هیچی ندارم، من هیچ ادعایی هم ندارم. خب نداشته باش، غافلی شما، چه به درد میخوره؟ یکی از تو اوج قدرته اما از الله غافل نیست. اسلام در دامن خودش قدرتمندانی رو پرورش داد مثل خیر القرون خلفای راشدین که اونا تو اوج قدرت ولی غافل نبودن. تو اوج قدرت اما اشک نیمه شبشون، ابتعال و التجاشون، زاریشون از الله تعالی قطع نشد. اتفاقا موقعی که به قدرت رسیدن مثل عمر بن عبدالعزیز، قبل از اینکه به قدرت برسه یه خورده آزادتر بود، یه خورده غافلتر بود. از لحظه ای که به قدرت رسید حس مسئولیت پذیری او، فکر آخرت از او طوری شخصیتی درست کرد که همون ذره غفلتی هم که قبلا داشت همه رو کنار گذاشت.